که یک بچه است که پلاستیک میپروشه، دو دختر است، یکی مرگی داره، دیگه دختر می قلب سراغ است. خودم پدرم هستم، مادرم هستم، یا یتیم هستم، سه تا دختر. این بچه ما امید خدا امید از این بچه هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. الحمدلله بنیاد خیریه قمر نزدیک به 100 خانواده نیازمند و مستحقره که البته نسبت به شما میفهمید نسبت به سایر زمستان‌های دیگه، زمستان 14 سات یک زمستان چالش برانگیز است. فامیلا وضعیت اقتصادیشون خیلی خراب است، حتی مواد کافی سوخت برای گرم ساختن خانه‌هایشان نداره. ما سپاسگزار هستیم از عزیزایی که کمک کردن که ما امروز 100 خانواده را در کنار مواد خوراکی، بخاری و همچنان البسه و بوت و مواد دیگه که شما مشاهده میکنین، آرد است و روغن است، لوبیا است، نخود است، چای، شکر و همچنان لحاف که اینا بتونن از او استفاده کنن. این خانواده ها اینجا بعد از سروی خواسته شدن و هر پکیج 10,000 افغانی در واقع اونمو قیمت یا ارزش داره. به این خانواده های مستحق و نیازمند داده میشه. ما سپاسگزار هستیم از عزیزای ما، از همه که دستگیری و کمک کردن، مخصوصا از نیمای عزیز که مبلغ 3,37,500 افغانی کمک کردن و همچنان برادر از ما هارون شکوری از جرمنی و برادر ما عنایت الله جان و صبرینه جان، امید عزیز که 30,000 افغانی کمک کرده و برادر عزیز دیگه ما از فرانسه از شهر اوکسل کمک کردن و همچنان برادر محترم ما که از انگلند کنت در واقع پول کمک کردن. سپاسگزار هستیم و همچنان we appreciate and thank the resident of 235 از یزام سپاسگزار هستیم و همچنان از بهروز عزیز که در واقع اونا نیز در این امر خیر در واقع سهم گرفتن تا ما این فامیلای مستحق و نیازمند کمک کنیم. با چند دوست عزیز ما چون نمیتونیم با همشون صحبت کنیم و طور مختصر صحبت خواهیم کرد، از وضعیت اقتصادیشان میشنویم ان شاء الله. سلام رس کاکو جان، خوب هستین؟ سلام ان شاء الله، جور بخیر، شما خوب؟ زنده باشین. این مواد که براتون داده میشه امروز خرسند هستیم. بسیار خوش هستیم که چی باید بگم دیگه. احساس بسیار خوشی میگه چرا که ما مایبم هستم، غریبم هستم، کلی هم افغانا غریب هستن. خب بازم از یا کدام ما بسیار مایوس هستیم چرا که پای دست دادیم سر زی وطن دست دادیم دیگه، به دوزی نرفته بودیم. ما بسیار خوش از بنیاد قمر بسیار خوش هستیم. وضعیت اقتصادیتون چطور است؟ وضعیت ما خراب است بخیر والا. ان شاء الله این مواد مشکلات زمستان تا حل میکنه. مریض هم هستم. چند نفر هستین در خانواده؟ در خانه ما 2 نفر هستن. خیر زنده باشی شما، خدا خوب روز بدی. که مواد بر مدد که چاری مشوا. خب چطور است وضعیت اقتصادی؟ وضعیت میچ خوب نیست که یک بچه است که پلاستیک میپروشه، دو دختر است، یکی مرگی داره، دیگه دختر می قلب سراغ است. خودم خانه به خانه میگم دسته مسیح و کالا بشویی ظرف شویی علی کارم نیست که گوشنا و توشنا ششتیم. ان شاء الله دوستا که کمک کردن دعای خیر میکنن. خیر بینش، خدا شما را خوب روز بده. کدام کمک کرده خدا خوب روز بدش.
منگا خو تای سره د خدای خو کی څو کومک یغی سره د خدای خو کی دم ډیر راته ژوندۍ لاره او موږ سره تاسو کومک کړای هم کړی تای سره د خدای خو کی. در فامیل شما کسی دارین کار کنه نکنه وضعیت اقتصادیتون چطوره؟ بیادر خودم پدرم هستم، مادرم هستم، یا یتیم هستم، 3 تا دختر این بچه‌م. امید خدا امید از این بچه‌ک هستم. این خود از یک هفته شد مریض است، چیز مال که داشتم فروختم، الیاف دارم، نه کمپل نه توشک، در خانه کرایه بیا و بی برق شدیم. الی خدا باور که به خدا که غیر دونه رو تا پیشتکای اولادای ماندیم، خودم سیشاسی رو شد نخوردیم، به خدا اعتبار کنیم دیدیم زخم شد از بینانی بیاوی بیادر. خداوند کمکتان کنه، کسایی که به ما کمک کرده خدا کمکش کنه. بسیار زندگی ما سختگیر میشه، هوا سرد است. خدا شاهد است که امروز ما همه یک ذره آرد نداشتیم به خوردن، دیگه اولادایم کلتیم است، همه تو جگرخون هستم. خداوند کمکتان کنه که زنگ زدن به که کمک آمدیم همینجا. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه سپاسگزاری میکنیم از عزیزایی که ما را انتخاب کردن به خاطر دستگیری نیازمندان. فراموش نکنین که دیستریبیوشن ما یا توزیع ما نزدیک به 1 میلیون افغانی هزینه برداشت و این را در واقع ما فقط یک پل ارتباطی میان شما و خانواده بودیم. بازم سپاسگزار هستیم از برادر از ما نیما جان که مبلغ 3,37,500 افغانی کمک کردن و همچنان عزیزای دیگه که بهروز عزیز است، امید جان است و دوستای دیگه که من نامشون بردم و یا عزیزایی که در قسمت اخیر کلیپ اسم اینا نوشته میشه، از اینا سپاسگزار هستیم که ما را انتخاب کردن. ان شاء الله دیستریبیوشن ما در کابل باز دوباره تکرار خواهد شد و همچنان در ولایت دیگه افغانستان شاید بزرگتر از این ان شاء الله ما توزیع داشته باشیم. شماره ها در خدمت شما است و همچنان شما در واقع لینک های ارتباطی را شما مشاهده میکنین. عزیزان میتونن تماس بگیرن با ما و فراموش نکنین که افغانستان امسال در سخت‌ترین شرایط مردمش دست پنجه نرم میکنن و اصلا کسایی که مادرایی که برادرایی که فرزندان خردی وطن مثل عزیز ما که در واقع با کارهای بسیار شاقه کل روز کار میکنه و حتی خانه که میره چیزی به خاطر گرم ساختن دست خود نداره. بیاین که ما مصداق آیه کلام الله مجید قرار بگیریم که یک صفات مؤمنینی است که و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. در اموال اینا در واقع حق مشخص شده است برای هر درمانده و هر محرومه. عزیزا را دوباره باز از الله متعال برشان سعادتمندی تمنا دارم. ما در خدمت شما هستیم و در کمال امانت داری این رسالت وظیفه را اجرا میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.